عزیز و گرامی، پیش از آنی که من این چیز به گوش شما گویم، چگونه ای که دادر ما حاجی نصرالله در ابتدا همراه حاجی بابا گوشزد کردند که این لحظه ها بسیار لحظه های برادرای عزیز نادر، بنهایت نادر. این گونه لحظه هایی که ما نشینیم و از خالقمان، از رازقمان، از شریعت و از دینمان صحبت کنیم، باز در یک منطقه هایی که برادرای عزیز شاید عقل انسان ها نگیرد، باور انسان ها نآید که خدای مهربان اینقدر بزرگ است که برای بندگانش امکانات شرایطی را فراهم می‌آورد تا سخن خدا و پیامبر به گوش اونها رسد. حقیقتا این لحظه ها بسیار لحظه های برادرای عزیز نادرند و درکارند و بسیار غنیمتند، بسیار غنیمتند. جناب حضرت انس ابن مالک حدیثی را می‌آورد از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر ما گفته بود است که اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا. قیل یا رسول الله ما هی ریاض الجنه؟ قال حلق الذکر. برادران عزیز، بار میگه حبیب خدا گفتن که ای امتان من، وقتی شما با پیش باغی از باغهای جنت که اگر گذرتان افتاد، شما از میوه‌هاش حتما تناول کنید. از میوه‌های درخت و از آن باغی که شما از او میگذرین که باغ جنت است، از میوه‌هاش تناول کنید. میگه پرسیده شد که ای حبیب خدا و ما هی ریاض الجنه؟ آیا باغ جنت هم در دنیا هست؟ پیامبر نازنین ما گفتن که هر جا که دیدی که امتان من جمع می شوند و اونجا یاد خدا و یاد پیامبر او می شود و باغی از باغهای جنت است. میوه‌هاش برادرای عزیز آن چیزی که شما میشنوید، این میوه‌های همون باغ است. مقصد خوب از این لحظه ها استفاده بردن در کار، خوب گوش انداختن در کار و هر چیزی رو که در اینجا میشنویم این هم یک عطیه خداوندی است. این یک عطای خداوندی است که امروز برای ما مقصد در گوش ما، به سمع ما این سخنان میرسد. امروز با گفت شیخ سعدی که هرگز حسد نخورده و حسرت نبرده ام جز بر دو روی یار موافق که در هم است. آنها که در بهار و صحرا نمی روند، بوی خوشی ربیع برایشان محرم است. شیخ سعدی میگه من در حیاتم همین از دو خصلت رذیله خالی بودم. یکی حسد نداشتم، یکی حسرتم نبردم. الحمدلله که هر چیزی که برای انجام دادنش امکان بود کردم، حسرت نداشتم. لیکن مگر در یک کار هم حسرت بردم و هم حسد خوردم. گفتن حضرت چی بود؟ گفت شنیدم که حاجی مقدس مردم جمع کرده است و در اونجا قال الله و قال رسول الله شده است. من که در اونجا اشتراک نداشتم حسرت خوردم که چرا اشتراک نکردم و برای آن مردمی که در اونجا بودن اونها در حسد بردم که اینها بودن و من نبودم. برادران عزیز، یک شیخ سعدی که تمام عمر در خدمت خالق یکتا گذرانیدگی است، این محفل ما را میگم من حسرت این محفل میخورم. حقیقتا برادران عزیز، ولی ما میگیم باغ از باغهای جنت است یا میگیم بسیار یک لحظه از لحظه های جنت است. حقیقتا حیات قلب ما از همین است.
یعنی قلبم همین قلب انسان هم برادر عزیز حیات داره، زندگی داره. انا اون را حیات بخشش انامی شنیدنی ها است. ما نفس داریم، نفس. همین محفل نفس های ما را پاک میکنه. این برای تزکیه نفس است. نفس ها را پاک میکنه. همین محفل ما را به راه سعادت میبره، به راه درست میبره. راه سعادت شامل است دادرای عزیز که شما خالقتان را میشناسید. در یک قوه بزرگی که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، در این قوه بزرگ شما قائل میشید. همه اینها را برادرای عزیز همین محفل ها و همین نشستنی ها و جا میارند. از این لحاظ من بسیار الله را سپاسگزارم که در بسیاری از محفل هایی که اشتراک داریم برادرای ما جمع میشوند، گوش میکنند و هرچی که ندانند از اون میپرسند. این یک خدمت برادرای عزیز اگر در راه الله هم باشد در ملت هم هست. این خدمت در ملت هم هست. این ملت وقتی که ما از دزدی، این ملت وقتی ما از راهزنی، این ملت وقتی ما از پارخوری، این ملت از زنا، این ملت از عرق نوشی، که اینها چیزایی هستند که میان ملت هم میشکنند، ملت شرمنده میکنند، یگانه با راه رسانیدن سخن خدا این مردم وقتی ما از این چیزها اگر سبب شویم و دور کنیم، میدونید چقدر یک ملت با عزت و با آبرو میشوند. و در این ملک ها با برادرای عزیز خیلی و خیلی او قشلاقایی که ما و شما زندگی داریم، هر باری که 5 وقت نماز دیگر را میبینیم یا دامونامون یک سخن میگد، اونجا اینقدر خطر ندارد. لیکن اینجا برادرای عزیز این خیلی امکانیت نیست. همه وقت ما از سحر تا بگو دنبال کار و اگر وقت یافتیم همین تلفن هوی میکنیم، کشاده میکنیم. چی چیزهای خطرناکه در درون این هم وجود دارد. زیرا هر یک چیزهای بیهوده ای که از تاجیک ها هستند پرسماتراشون میلیون هست. او فقط تاجیک گوش میکنن، فقط تاجیک نگاه میکنن، دیگر برای دیگر ملت در کار نیست. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، این گشتنی ها و این زیارت ها مقصد این به خاطر آن نیست که ما بیکار باشیم و شهر به شهر مقصد آمده و مثال قطعیش هر یک برادران نیست. الحمدلله یک مسئولیت هست. اول این یک مسئولیتی هست که جناب محمد اقبال لاهوری بسیار سخن زیبا میگه. ما کس از سر تربت هم رفتگیم در لاهور پاکستان. میگفت ترسم از شرم تو در روز شمار، پرسدت آن آبروی و اعتبار. میگو یک چیز بسیار میترسم. محمد اقبال لاهوری میگفت از یک سوال بسیار میترسم. از کدام سوال میترسید از حضرت؟ ترسم از شرم تو در روز شمار، پرسدت آن آبروی و اعتبار. از سوال الله مهربان در یک سوالش میترسم. پرسد که علم حق از حضرت ما برده ای، پس چرا بر دیگران نسپرده ای؟ از همین سوال میترسم که ما تو را علم دادیم، ما به سبب علم نفوذ ترا آبروی ترا بلند کردیم. آیا از همون علم دادگی به گوش بندهای خدا رسانیدیم؟ ترین مردمی برادرای عزیز دیدین در دنیا همه یک خیلی، هر یک بعضی برادرای هست که امکانیت های خوب دارن، بعضی برادرای هست که امکانیت های میانه دارن، بعضی هست که بیچاره در یک تیکه نان زارن، ولی ایرا تقدیر میگن. در تقدیر الهی راضی بودن. خواجه حافظ میگفت یکی را میدید اسباب و تخت و تاج سلطانی، یکی را میکند محتاج بهر یک لبینانی،
یکی صاحب فضیلت با طفیل علم ربانی، یکی گشته ز بدنفسی مطیع نفس شیطانی. با قدرت هرچی خواهد میکند آن قادری دانا. دیگه وقتی که ما میبینیم در این حالت ها برادرای عزیز، بدبینی ما، بخیلی ما، با چشم بد نگاه کردن ما، اینجا در توصیه دینمان این نیست، بلکه پیغمبر نازنین میگه راضی باش بچم با آن چیزی که الله در قسمت تو کشیده باشد. تو میباشی بایترین مردم. در حدیث خواندم دادرای عزیز، برادرای مهربان، کسی میگه که اگر فقرش ناداری شد در بین مردم بگه ای برادرها، همین قدر بیچاره ام، همین قدر نادارم، همین قدر بی‌صاحبم که اگر دست من نگیرین من نمیدونم پگه حالم چی بشود. پیامبر گفت کسی همین شکایت پیش بنده های خدا دا برد، الله گفته است تا روز زنده است من از همین فقر تنگدستی او را بیرون نمیکنم، بلکه گفته است فقر تا در پیش من مراجعت کن، تا از من مقصد کمک طلب کن که من را از این حالت بیرونت کنم. امروز باید زمانش ده که پیش 10 نفر بره 50 سوم نمیده، با ایشون میگرده میگه و دروغ میگه، ممکن بیچاره دروغ نگه. سه برادر عزیز، و احسن الی جارک تکن مؤمن. گفت دیگر چیزی که ابو هریره برای تو میرسانم، با همسایه ها نیکویی کن تو مؤمن هستی. با همسایه هاتون برادر عزیز نیکویی کنین، حضرت گفت تا این زمان مؤمن هستی. یک از وقتش برادر عزیز آیا این مردم طرفای روسیه نمی آمد که ما بر وقتتر مقصد وقتی می خواندیم در کتاب ها می گفتن همسایه 3 حق داره، یعنی در این 3 حق برادر عزیز همسایه‌ای که دین نداره و هم حق داشته است. امروز همسایه های شما نفرهایی هستند که پیروی از دین اسلام ندارند، لیکن با اینها باید که شما نیکوکار باشید. اونها را دیده برادر عزیز حقارت نکنید. اونها را دیده ای یک کافر بدبخت خیلی نگین، زیرا شریعت ما این سخنی سخت و درشت در راست هیچ کس روا نمیبینه. هیچ کس، به همه فرزند آدم شریعت ما احترام گذاشته است. حتی از پیش پیامبر وقتی تابوت میگذشت بالاش یک یهودی بود. یهودی معلوم است که از ابتدا تا آخر الله دانا است که او همیشه دشمن مردم مسلمان است. لیکن وقتی میگذشت حضرت ایجاش بلند شد، گفتن حضرت بشین گفتن او یهودی است گفتن. لیکن پیامبر چی جواب زیبا گفت الیست انسانا، انسان نیست گفتن. یعنی برادر عزیز و گرامی، برای انسان بودنش پیامبر بر باقی‌ها تعلیم داد. زین لحاظ ما در نسبت اینها هم حق بدبینی یا حق بدگویی اینها را نداریم برادر عزیز. با معامله های خوشتون شما کار کنید که حتی دل اینها را به دست بیارید. حتی اگر تو این قدر با رفتار زیبا کنی که از خوردنی ها تا کمکات اگر با برخوردارشون کنی با نور بالای نور. دیگر چیزی را که پیامبر من ابو هریره را گفت و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلم. چیزی را برای خود دوست می‌داری ابو هریره، برای برادر دوست بدار تو میشه مسلمان. یعنی همیشه برادرای عزیز غمخوار برادر مسلمان باشید. اون روز من یک قصه را در یک خانه شیشتم گپ زدم. سفیان ثوری را تاریخ خواندم. سفیان ثوری هم در زمان ابو حنیفه گذشتگی است. این امیر المؤمنین فی الحدیثش میگفتن. بنیاد عالم کلام بود.
вақти пешобш ба хун мубаддал шид, баъд докторҳоро овардан ки ҳазрат як табобат кунем. Омадан ҳарчи санҷидан, иллати хун шудани ҳамон пешобшо мега наёфтан. Гуфтан мо наёфтем ростӣ. ҳамон ҷое ки дар кор буд дидем, ҳамаш сиҳат саломат ай. Суфёни Саврӣ мега табассум карду, гуфт агар иллатша гӯём, ҳозир боварам намекунам. Оли бародаро азиз бибинед ки ин асри пайғамбар дар ин сухана гуфтагӣ аст. گفتن چی است همین علت حضرت اگر میشید گفته گفت با خدای مهربان قسم حال همین مردم مسلمانی را که میبینم بسیار در مشکلات سختی گرفتارن غم همونها گفت پیشاب مرا به خون مبدل کرد غم همونها از حساب غم همونها هست گفت ما چگونه عزیزایی داشتیم که در غم یکدیگر بودیم امروز برادران از این را با میکروسکوپ بکوی کمی در کم آدمی را میوی که در حق برادر مسلمان غمخوار باشد همه معلوم میگیم همه من اگر چیزی که برای فایده جان خودمان باشد پروای دیگرش نداریم آخران برادر از پیامبرمان ابو هریره را پنجم چیزی که گفت چی بود گفت لا تکثر من الضحك فإن کثرة الضحك تومت القلب گفت بچه‌ام گفت خنده بسیار نکن خنده بسیار نکن زیرا که خنده بسیار گفت قلب انسان میمیراند این پنج مصلحت بود برادران عزیز که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با جناب امام ابو هریره کردند و گویم این اشاره برای همه ما بود من میتونستم در گرد اینها برای شما 1 ساعت و 2 ساعت در هر کدامش صحبت کنم لیکن به هر حال که وقتی ما با کمتره برادر عزیز عزیزای خدا میگن یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است برای آدمی با فهم انشاءالله یک اشارهش کفایت میکنه